ما هموطنان عزیز غیر اسپانی به ما اسپانیان بگوید خسیس باشه. من حالا یه داستان براتون میگم ثابت میکنم که ما خسیس نیستیم، ما اقتصادیم. حالا برای چی؟ ما اسپانیا آقایون به خصوص توی خونه، حالا نسل ما و همه از یه نسل جوونا این دور زمان دیگه همه چی ریختن به قدیمی ها اسپانیا آقایون تو خونه لباس خونشون یه زیر پیرهنی سفیده و یه زیر شلواری راه رو. این دیگه همه اسپانیا این لباس رسمی آقایون تو خونه است. زیر پیرهنی یا زیر پوشو که اسپانیا میگن زیر پیرهنی سفید است، زیر شلواری معمولا راه آبی است. حالا یا سفید است با خطای آبی یا آبی است با خطای سفید. از زیر شلواری ما سه تا داریم. یکیش مال خونه است که همیشه میپوشیم، یعنی این زیر شلواری خونمون است. یه زیر شلواری داریم مال وقتی است که مهمون برام میاد. یعنی وقتی مهمون میخواد بیاد، مثلا زنه به حج شوهر میگه که حجی وقتی زیر شلواری خوب بده بپوش، آقا مرتضی درت میاد. اینم بگم ما اسپانیا هر چیزی که کلمه که با فتحه شروع بشه کسره میذاریم زیرش، هر چیزی که با کسره زیرش شروع بشه با فتحه، مثلا ازو میگیم اس. خب بعد مثلا یه اسم نعمت الله، مثلا نه کسره داره، بعد میم نعمت، ما میگیم نعمت، یعنی نعمت رو میگیم نعمت. بعد نعمت الله ما یه هم آخرش اضافه میکنیم، میگیم نعمت الله. مثلا اسما رو مثلا میگیم که حسنی، حسینی، هوشنگی، داریوشی. بعد اون اسمی که یه داره همون یه شد نمیگیم دیگه علی، میگیم علیه. اگه علیه یه ذره کوچولو باشه میگیم علی چی؟ خلاصه میگه زن میگه که وقتی زیر شلواری خوب بده بپوش، آقا مرتضی اینا دارم میان. این مال موقعی است که مهمون میاد، این زیر شلواری مهمون. حالا یه وقت میخوایم بریم مهمونی، اون زیر شلواری هم مخصوص است، یعنی وقتی میخوایم بریم مهمونی اون زیر شلواری مهمونی رو میپوشیم. معمولا هم شلواری و چسبون و اینا نه، این شلوار گشاد اون زیر شلواریشون زیرش میپوشیم. ما هم وقت میریم مهمونی مسلحیم، آماده. یعنی زیر شلواری رو میکنیم جوراب میپوشیم، اون پایینش میکنیم تو جوراب و شلوار روش میپوشیم میریم. بعد که میریم خونه هم دیگه خب خیلی هم اون قدیم ها مبل و صندلی اینا نبود که مثلا دوشک و اینا بود. تا یه مهمونی میرسید حالا مرد میکنه آقا مرتضی تا میرسیدیم گفت وقتی شلوار رو در راحت میشیم. یعنی میدونست که وقتی شلوار رو درآوریم مطمئن بود که شلوار زیرش داره. یه وقت مهمونی مثلا خیلی رو درواسی دار و اینا بود، خب مثلا دوشک بود بعدم پشتی و مخطط و اینا بود. مثلا گفت حاجی وقتی این شلوار رو درآورن یه چیزی بذارم پشت دور. منظورش ما تکاوم برداشت برنگیزن. اما اون شلواری تو خونه ایه اون خیلی داستان جالب. ما این شلواری اینقدر میپوشیم تا این سر زانوهاش پاره میشه، تا به این مرحله که رسید این سر زانوهاش که پاره شد از اینجا میچینیمش و یه با خیاطی یه به اصطلاح راه رو کوزه میریم و میشه شورت. از این شورت های ماماندوز یه مدتی هم به عنوان شورت ماماندوز اینو استفاده میکنیم میپوشیم تا بالاخره این یه موقعی دیگه خب بیچاره دیگه خودش هم خسته میشه و اینا دیگه به عنوان شورت ماماندوز نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اینو درش میاریم و اولین کاری که میکنیم کشش رو در میاریم. این کشه هنوز به درد میکنه. این کشه 10 تا زیر شلواری به ما کار میده. این کش خیلی از این کش آره. بعدا اینو کامل میشکافیمش از جایی که به اصطلاح دوخته شده. خب این به صورت یه پارچه این قریده در میاد. اینو قشنگ دور دوزی میکنیم و به عنوان دمکنی ازش استفاده این قبلا دمکنی بوده حالا میشه دمکنی، یعنی خودش میفهمه کارش چیه. وارده دیگه خودش میفهمه که توی خونه اسمانی از دمکنی رسید به دمکنی. یه مدتی هم روی در این قابلمه برنج دم میکنه دو خلاصه خوب بخار میگیره. بخار که میگیره دو به اصطلاح مرتب بخار میگیره این یه پرز و ایناش میره. این
دیگه چیز خوبی میشه برای شیشه پاک کردن. بعد ما اینو برمی‌داریم با شیشه پاک میکنیم و میز پاک میکنیم و اینا مدت ها هم ازش استفاده میکنیم تا بالاخره این تار و پودش مشخص میشه. بدون یه پارچه وقتی میبافن یه تار داره یه پود. این تار و پودش که مشخص شد میشونیم یکی یکی نخ‌ها رو در میاریم. این نخ‌ها رو در میاریم و بعد از این ظرف پنیریا که قبلا پنیر توش بوده است که ننداختیم دور که گفتیم از خانم میزه واسه روزی مبادا، اونو الان میاریم. این نخ‌ها رو میشینیم قشنگ تو این ظرف پنیریه و میذاریم بغل خمیر دندون و مسواکمون به عنوان نخی دندون این دیگه آخر کار این شهر. حالا خدا وکیلی شما بگوید ما خصیصیم یا اقتصادی؟